همانطوری که در بخش قبلی ذکر کردیم، برای موارد مختلف به یک حساب ایمیل نیاز خواهید داشت. در این بخش ما نحوه استفاده از ایمیل و ورود به سیستم حساب ایمیل خود را به شما نشان خواهیم داد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه پیام هایی که به شما می آیند را بخوانید. همچنین چگونه خودتان پیام را بنویسید و پیوست های مانند عکس را ضمیمه کنید. اجازه دهید ابتدا ورود به سیستم را بررسی کنیم. اگر از برنامه جیمیل در تلفن خود استفاده می کنید، ممکن است ورود به سیستم به صورت خودکار انجام شود. در بسیاری از موارد باید جداگانه وارد شوید. اگر می خواهید از طریق کامپیوتر شخصی خود یا دستگاه شخصی دیگری مانند کامپیوتر کتابخانه یا تلفن یکی از دوستانتان به ایمیل خود وارد شوید، ممکن است بخواهید نحوه ورود به سیستم از طریق مرورگر را بدانید. در جستجو جیمیل را تایپ کنید. جیمیل بای گوگل را انتخاب کنید. با کلیک دکمه آبی لتا جیمیل برنامه را در تلفن خود دانلود کنید. با این حال اکنون از طریق یک مرورگر به حساب ایمیل جیمیل شما وارد می شویم. بنابراین کریا 2300 را فشار دهید. این پنجره شبیه برنامه جیمیل است. بنابراین اگر از طریق برنامه وارد سیستم شوید، می توانید از اینجا ادامه دهید. اگر قبلا کسی به این دستگاه وارد نشده باشد، پنجره به این شکل است. اگر اطلاعات شخصی دیگری از قبل وجود داشته باشد، پنجره به این شکل است. سپس کاوتا تویستا تیلیا را انتخاب کنید. سپس به همین پنجره منتقل خواهید شد. در قسمت اول آدرس ایمیل یا شماره تلفن خود را وارد کنید. سپس سیوراوا را فشار دهید. اکنون پسورد خود را وارد کنید. امیدوارم که شما پسورد خود را به یاد بسپارید. دوباره سیوراوا را فشار دهید. از شما سوال می شود که آیا می خواهید مرورگر یا دستگاه شما پسورد شما را به خاطر بسپارد؟ اگر در تلفن، تابلت یا کامپیوتر شخصی خود هستید، می توانید تلینا را فشار دهید. بعداً می توانید دوباره به راحتی وارد شوید. اگر از دستگاه شخص دیگری مانند کامپیوتر کتابخانه یا تلفن یکی از دوستانتان استفاده می کنید، می توانید ضرب رد را فشار دهید. در اینجا می توانید از حساب خود با شماره تلفن یا آدرس ایمیل دیگری محافظت کنید. اگر مثلا پسورد خود را فراموش کرده باشید، این به شما کمک می کند. اگر می خواهید یک شماره تلفن از قبل تنظیم شده را تغییر دهید یا شماره تلفن نمایش داده نشود، قفل را فشار دهید. شماره تلفن خود را اینجا وارد کنید. اگر شماره تلفن فنلندی دارید، بیرق فنلند را نگه دارید. اگر شماره کشور دیگری را دارید، بیرق را به کشور مربوطه تغییر دهید. در اینجا می گوید که یک کد تاییدی به شماره تلفن شما ارسال می شود. اوکی را فشار دهید. اگر کد را دریافت نکردید، ایتکو سانوت کودیا را فشار دهید و شماره تلفن خود را دوباره وارد کنید. اما اگر کد را دریافت کردید، آن را اینجا وارد کنید. کد باید دقیقاً یکسان باشد. سپس بعدی را فشار دهید. اکنون می توانیم با استفاده ایمیل آشنا شویم. این نما مشابه است. خواه شما آن را از یک مرورگر وب
یا برنامه جیمیل استفاده کنید. در یک مرورگر وب به این شکل و در یک برنامه چنین شکل است. اکنون در نمای برنامه باقی خواهیم ماند. این صندوق پست الکترونیکی شما است. در آنجا تمام ایمیل های دریافتی را مشاهده خواهید کرد. به نظر می رسد بلیط های قطار که من قبلا از وبسایت آنها خریداری کردم به اینجا آمده اند. در اینجا می توانید ببینید که پیام از طرف کی آمده است. در اینجا می توانید محتوای آن را مشاهده کنید. پیوست ها را در انتهای پیام مشاهده خواهید کرد. بیایید یک ایمیل جدید بنویسیم. نماد قلم را فشار دهید. در اینجا شما می توانید یک ایمیل بنویسید. ابتدا آدرس ایمیل گیرنده را وارد کنید و پیغامتان را بنویسید. بعد موضوع پیام خود را بنویسید، یعنی اینکه موضوع پیام شما در مورد چیست. در این قسمت بزرگ محتوای پیام خود را وارد می کنید. شما می توانید پیوست ها مانند تصاویر یا اسناد را از نماد گیره کاغذ اضافه کنید. از طریق دکمه دیدوستود می توانید تصاویر را از تلفن خود انتخاب کنید. با فشار دادن تصویر با سرعت می توانید یک تصویر را انتخاب کنید. برای اتصال چندین تصویر همزمان اولین تصویر مورد نظر خود را فشار داده و نگه دارید و سپس تصاویر باقی مانده را انتخاب کنید. پیام خود را فشار داده و تصویر طیاره ارسال کنید. رفت. اوه، پیام جدید دریافت کردیم. بیایید ببینیم. با کلیک بر روی پیام می توانید آن را باز کنید. برای پاسخ به فرستنده از تیر سمت چپ واسطا استفاده کنید. با تیر واسطا کیکلی شما می توانید به همه افراد در زنجیره پیام هستند پاسخ دهید. از تیر سمت راست لهیتا ایدلین استفاده کنید تا پیامی را که دریافت کرده اید به آدرس ایمیل دیگری ارسال کنید. ما به فرستنده پاسخ می دهیم که کیتوس. در این آموزش نحوه ورود به حساب ایمیل جیمیل شما، نحوه نوشتن ایمیل و افزودن پیوست و نحوه خواندن و پاسخ به ایمیل را یاد گرفتیم. بنابراین اکنون شما تمام اصول اولیه استفاده از ایمیل را می دانید.